در روسیه از گوشت مرغ خوردن جایز است چون آنها به بسم الله میکشند. خب بابا جون درباره آیت 45 سوره فاطر کمی معلومات میدادید. من صاحب 4 فرزندم. شوهرم حاجی است، نماز نمیخواند، زنا میکند، بسیار دهانی بد دارد. من چیکار کنم؟ بسیار مانده شدم در زندگی. در باره قربانی میگفتید که چی خیل و از چه حیوان سر میشود؟ خب در خواب دیدم که شخص میگوید که زنت برای تو طلاق است. بسیار در حالت بدم بابا جان، گوید که این حقیقت دارد یا نه؟ وقتی خدای مهربان بنده را می آفرد، تقدیر نیک و بدش را خودش می نویسد. بنده خواهد نخواهد با همان راه می رود. بهشتی باشد بهشت، دوزخی باشد دوزخ. مطلب خداوند در چیز؟ وقتی تقدیرش را خودش می نویسد. خواهش میکنم با دلیل ها شردی. در زن دستی خسر و خشتامن را خم شده بوسد گناه است یا نه؟ بابای حاجی، شوهرم در مهاجرت است. از سبب کارهای زیادش نماز را خواندن نمیتواند. من 5 وقت نماز را میخوانم و از تن شوهرم هم 10 رکعت نماز میخوانم. این جایز است؟ گفتن در رمضان از سبب بیماری 23 روزی روزه را خوردم. این رو چه نیت کنم؟ اینجا آمده است گفته است اگر نفر غسل کند، غسل به معنای که آبازی میکند، بعد این طهارت کند یا نه؟ دیگه خانه بگیم خشتامنش رفته است. جوابم را داد، هر قدر زاره کردم گفت نه، رفته کودکاتا ابورت کن. گناهم را نگفت. بعد 10 سال جدا شدنمان زنی برادرش آوازه کرده است که گویا من با مرد 50 ساله کدام نفری میگشتم و من زنی نمازخوان بودم، از خدا میترسیدم. حاضر صاحب شوهر و یک پسری دیگر هستم. آیا من برای ابورت همان دوگانیکا گناهگار شدم یا نه؟ سوال دیگر، حرفای عربی را نو آموختم. اگر قرآن را به حرف خوانم گناهگار میشوم؟ در روسیه از گوشت مرغ خوردن جایز است چون که آنها به بسم الله میکشند. من حاضر گفتم که اگر هر یک همون اپاکوفکایی که هستند، گوشتای مرغ و اکرچکایی که هستند، اگر همونها در همون تمغه حلال زدگی باشد، دادرها و خواهرای عزیز شما میتونید که از اونها استعمال کنید. ولی وقتی میبینید که در مثال همون ویترین ده گوشتای مرغ و اکرچکه ایستادگی ایو ولی همون تمغه حلالش نیست، شما از اونها استعمال نکنید. اینجا گپ در سری تنها اگرچند بسم الله هم یکی از شرطهای گویم حلال شدن باشد، اونجا در طریق کشتن او را ما نمیدانیم که او را چخیل میکشد و یا گردنش همون رگهایی که در کره اونها را میبرند نمیبرند. خب باید مثال چگونه مثال اونها را پوست میکنند، از اینا که آگاهی نداریم، برای همین این چیز برای ما بیگانه است، ما نمیتونیم از استعمال کرد. خب بابا جون درباره آیت 45 سوره فاطر کمی معلومات میدادید. اینجا یک کدام برادری گفته است از سوره فاطر آیت 45 معلومات میدادید. من نگاه کردم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظیم. برادرای عزیز، معنای این آیت چی است؟ میگه اگر خدا مردم را به سزای آنچه کردن، یعنی مردم اگر از روی گناه ها و از روی معصیت ها و از روی نافرمانی ها که کردن گرفتار میکرد، یعنی به خاطر گناه ها و به خاطر بدبختی هایی که داریم، برای هر کدام این خدا بالای ما مصیبت می آورد، بالای ما مشکلات می آورد. ببینید الله چی میگد؟ میگد که دیگر هیچ جانوری را، یعنی هیچ دابه به معنای جانور، هیچ جنبنده، یعنی اگر چی مفسران اینجا میگن مراد انسانه، بر پشت زمین باقی نمیگذاشت.
ولی آنان را تا میعاد معین مهلت میدهد و چون میعادشان فرا رسید بیگمان خداوند به بندگانش بیناست. یعنی میگه اگر از روی گناه ها، از روی همون رفتارهای نادرست ما خداوند در هر یک کاری ما اگر ما را جزا میداد، امروز در روی زمین میگه دیگه آدم نمیمان. لیکن خداوند هر کی در دنیا ثواب میکنه یا گناه میکنه همه را بر روز آخرت باقی مانده است. پیش خدا که رفتیم از ما حساب میگیره. در ثواب ما ثواب میگیریم، در گناه ما عذاب میگیریم. ولی در سوره شورا هم آیت 30 نگاه کردم، الله میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. خدا میگه بسیاری از همین مصیبت و مشکلات و سختی که به سرتان میاد از حاصل دستای خودتانه، یعنی از همون کردارهای بد و زشتی خودتانه. و یعفو عن کثیر. خدا میگه من بسیاری گناهاتون میبخشم. از بسیاری گناهاتون مقصد همه اینا رو به آخرت جزاشو میگذارم. اگر به همه اینا من شما رو عذاب کنم، شما یگان ساعتی تینجی و آرامی و خوبی را در دنیا نمیبینید. برای همین الله مهربان تا روز قیامت این گناه های ما را باقی میماند تا جزاش اونجا ما بگیریم. این است برادر عزیز معنای این آیت 45 سوره فاطر که خداوند میگه یعنی به سبب گناهاتون من شما را در هر گناهتون مؤاخذه نمیکنم، عذاب نمیکنم. اگر در هر گناهتون من شما را عذاب کنم و بالاتون سختی بیارم و مشکلات بیارم و درد بیارم، در روی زمین دیگه آدم نمیمونه. برای همین همه اینها را بر روز آخرت خداوند گذاشت. من صاحب 4 فرزندم. شوهرم حاجی است، نماز نمیخواند، زنا میکند، بسیار دهانی بد دارد. من چیکار کنم؟ بسیار مانده شدم در زندگی. خواهر عزیز اکو دیگر یک زمانی شده است که بسیار باور کردن در آدمی خواه حاجی باشد. اما شیخ سعدی میگو خر عیسی گر برش به مکه گرچه آید هنوز خر باشد. اکو ما بسیار دیدیم حاجیایی را که سفر حج کردن برادرها و آمدن دیگر اکو خیلی چی گویم آخی. برای همین حاجی بدن یگان اعتماد نداره. یگان اعتمادی نداره که حاجی گفته دیگر تمام باوری را در همه آدم بگذاریم. زیرا بسیار اینمی گفتی خواهر ما که اینمی زنا و اینمی تمام بینمازی و تمام افلاسی را همین برادرایی که حج کردن و آمدن انجام دادیستن. برای همین خواهر عزیز دیگر که تو 4 فرزند داری، فقط و فقط در حقش دعا کن. دیگر خداوند اکو گویم همین خیل یک مردی بسیار ناخوبی را نصیب شما کرده بود است، ولی این بچه انشاءالله از خدا امیده تو دعا کن، همیشه مصلحتش بده، همیشه نصیحتش کن. امکان دارد که زنها عیدشون می آید، راهاش بیا اکو تربیهش کن. انشاءالله از خدا امید است که خوب میشه. اکو فرزنددار نمی شدی خیگان مصلحت دیگر می که 4 فرزنده. در باره قربانی می گفتید که چی خیل و از چی حیوان سر می شود. قربانی از حیوان هایی که می شدن از شتر بود، شتری که از 5 سال کم نباشد. از گاو می شود از 2 سال کم نباشد. از گوسفند می شود از 1 سال کم نباشد. گوسفند فقط رخصت ای که 6 ماهه و 7 ماهه باشه و اگر بگیم قدش و بزبلگیش و فربگیش برابر 1 ساله باشه اجازت ای. دیگر حیوان ها گفتگی هم همینان حیوانی هایی که قربانی می شوند. دیگر حیوان ها مثل آهو باشد انا خب یا مثل مرغ باشد، اینها قربانی ده، اینها مال های قربانی نیستند. همین هایی که نام گرفتم همین ها قربانی می شوند. خواه نر باشه خواه ماده فرق ندارد، خواه بز باشد خواه گوسفند باشد، هر دوش قربانی می شود. خب
در خواب دیدم که شخص میگوید که زنت برای تو طلاق است. بسیار در حالت بدم بابا جان گوید که این حقیقت دارد یا نه. در حالت خواب اگر به شرطی که شما در خوابتون با شوهرتون جنگ میکنین و شوهر در حالت خواب این که همون خواب دیدین که شما را طلاق میکنند، اینا طلاق در حالت خواب واقع نمیشه. یا اینکه در خوابت میبینی که زن تا طلاق کرده، یعنی در حالت خواب برادر عزیز زنها طلاق نمیشوند. سوال دیگری است. وقتی خدای مهربان بنده را می آفرد تقدیر نیک و بدش را خودش می نویسد. بنده خواهد نخواهد با همان راه می رود. بهشتی باشد بهشت، دوزخی باشد دوزخ. مطلب خداوند در چیز وقتی تقدیرش را خودش می نویسد؟ خواهش میکنم با دلیل ها شرح دید. مسئله تقدیر برادرای عزیز و گرامی، البته دوزخی و جنتی بودن ما این نزد علم خدا هست. وقتی الله انسان را می آفره میداند که این دوزخی یا بهشتی، لیکن او را هیچ وقت خودش به او راه دوزخی یا به راه بهشتی نمیبرد. در انتخاب راه انسان خودش صاحب اختیار است. اگر برادر عزیز ویا دوزخی نوشته باشد و عملهای دوزخی دا خودش الله که دلالتش کنه و در همین راه که برش پگاه پرسیدنش از بنده چی معنی داره؟ چهل الله مهربان میگه که چرا تو در دنیا زنا کردی؟ میگه آخی مرا خودت بردی. چرا تو در دنیا مقصد تهمت کردی؟ میگه خودت برا بردی. برای همین این عملها را اختیارش در دست ما های برادر عزیز. فقط الله به علمش میدانه که ما رای دوزخ انتخاب میکنیم یا رای بیشتر. الله را میدانه، لیکن ما را مجبور نمیکنه که تا این راه را انتخاب کن. کدام راه را انتخابش به دست ما های. برای همین این علم تقدیر کمتر علم نازک های برادر عزیز. برای همین این سرفرایی رفتن کمتر کاری مشکل های. اینقدر شما دانین که دوزخی و جنتی ما را الله به علمش میدانه، ولی این کارهایی را که ما میکنیم این را ما از پیش خود ما میکنیم. یعنی یک نفر شما میبینید که نماز نمیخواند، شما این معنی را خداوند مقصد او را به نمازش کرده است، یا خداوند او را مقصد در همین راه برده استش. نه، این خیل بها دادن در کار نیست. این گناه های برادر عزیز. او راه را خودش انتخاب کردگی، میتونه این راه بگرده، اختیار داره. باز سوال دیگر، زن دستی خسر خشتامن را خم شده بوسد گناه هست یا نه؟ نزد خسر خشتامن چرا خم میشویم؟ خم شدن پیش خسر خشتامن یگان این تعظیم ها فقط پیش الله هست. رچی پیامبر گرامی گفت که اگر به شرط سجده کردن آدم درست میشد، زنها را میگفتم شوهرهاشون سجده کنن. یکی سجده فقط پیش الله میکنیم، پیش هیچ کس دیگر تعظیم جایز نیست. و اگر شما بسیار خوشتامنتان آدمی خوب باشد، دستش بوسه کنین همچون دستی مادر، هیچی باقی نداره. لیکن دستی خسرتان حق نداره. با خسرتان حتی هم دستی هم سلام نکنین بهتر می شود. دستی خسرتان دختراش ببوسه، شما کلی نه. شما هم دستی اگر خوشتامنتان حرمت کند، اگر همو ارزنده بوسه کردن داشته باشد بوسه کنید. یکی بوسه تان هم از برای خدا باشد، برای ترستان نباشد. سوال دیگر، بابای حاجی شوهرم در مهاجرت است، از سبب کارهای زیادش نماز رو خواندن نمیتواند. من 5 وقت نماز رو میخوانم و از تن شوهرم هم 10 رکعت نماز میخوانم. این جایز است یا نه؟ جایز نمیشه. یعنی از جانب یک کسی دیگر نماز خواند درست نیست. خدا برکت شما خواهر عزیزه که شما غم شوهرتون هم دنیاشون هم آخرتشون میخورین، ولی شوهرتون گوین که کار آخرت از کار دنیا مقدمه.
کارش کند لیکن نمازش هم خواند. شما اگر هرچی از تنی و نماز هم خوانین او با فایده جان خودتان و ثوابش در نامه اعمال تو می رود. از تنی شوهر جایز نمیشه. سوال دیگری که کردن گفتن در رمضان از سبب بیماری 23 روزی روزه رو خوردم، اینو چیکار نیت کنم؟ مقصد وقتی که شما از حساب بیماری روزه را خوردین همون 23 روزه شما میتونید که یک روز روزه گیرین، یک روز استراحت کنین، با بگیرین، یک روز پس میگیرین، 2 روز پس میگیرین. خلاص همین 23 روزه اگه در گردنتون قرضه که ایرا باید شما از گردنتون ساقط کنید. برای همین اگر توانی مثال 23 روزه هر روزه بگیری، قوتت امکانیتت باشه بگیر. اگر نتانی یک روز پس بگیر، 2 روز پس بگیر. اجازت این کفارت نیست، این بعض ترک شده. شما همی باید 23 روزه ای گردنتون ساقط کنید. سوال دیگر، حرفای عربی رو نو آموختم، اگر قرآن رو به حرف خوانم گناهگار می شوم؟ قرآن حرکت کنید، ای پیش خود نخونید. قرآن حرکت کنید که از پیش استاد گذارونید. تا اگر شما استاد نداشته باشین، تا قرآن با تجوید اگر خوانده نتونین، این طریق خودآموزی نکنید که هم خودت گناهگار میشه، هم در پیش کسی خوانی و هم گناهگار میشه. خودآموزی نکنید. قرآن خودآموزی نمیشه. این بسیار مسئله های برای خواندنش یک کتاب مخصوصی دیگه با تجوید است که برای درست کردن و برای مقصد درست رفتن. هر یک حرف قرآن با مخرج داره، باید ای جاهای از کجای مثال دهان باید بیرون شود تا معنا دیگر نشود. برای همین اینها دا استاد در کاره. سوال دیگری که اینجا آمده است گفته است اگر نفر غسل کند، غسل به معنای که آبازی میکند، بعد این طهارت کند یا نه؟ دیگر طهارت حاجت نیست. همین شما یک آبازی بتون که کردین، یعنی تمام بدن تانه که شستین، دیگر حاجت نیست که از سر اینا طهارت کنین. اجازت های دیگر با همون آبازی کردگی تو صاحب طهارت هم میشه. اگر در جنابت هم باشی، ای جنابت هم بیرون میشه، هم صاحب طهارتی. آزاد میتونی که نماز را خواندن گیری. سوال دیگر، من یک زنی مهاجر از شوهرم در سن 17 سالگی از شهر وحدت. من یک زنی مهاجر از شهر وحدت در سن 17 سالگی به شوهر برآمدم. 6 سال زندگی خوب داشتم. صاحب یک پسر شدم. شوهرم به مهاجرت رفت. در خانه خوشتامنم بسیار عذاب میدادند. اما من به شوهرم نگفتم. بعد برگشتن شوهرم 2 ماه زندگی کردم. حامله دار شده صاحب دوگانیک. یک روز شوهرم به خانه ما باشد خبرگیری خانه مادرم برد. مثلا شوهرش گرفته است خانه مادرش برده است، خانه بگیم خوشتامنش رفته است. جوابم را داد. هر قدر زاره کردم گفت نه، رفته کودکات ابورت کن. گناهم را نگفت. بعد 10 سال جدا شدنمان زنی برادرش آوازه کرده است که گویا من با مرد 50 ساله کدام نفری میگشتم و من زنی نمازخوان بودم، از خدا میترسیدم. حاضر صاحب شوهر و یک پسری دیگر هستم. آیا من برای ابورت همان دوگانیکا گناهگار شدم یا نه؟ بله خواهر عزیز، انا شما برای ابورت کردن اونها گناهگارین. خداوند فرزند که داد این بسیار یک نعمت بلنده. شما برای مقصد وقتی که مردکی که نه تو قدر فرزندی بسیاری نداشتی که دل مردک فرزندات گرفتگی باشه. تو هم اگه یک فرزند داشتی باید دوگانه که دیگه خدا برای تو داد، تو باید که اینها را مقصد قبول میکردی. تا اگر ممکن بود که اگر همیو را ابورت نمیکردی زندگی تن ویران نمیشی. برای همین
اکو مادامی که کاری را که کرده این گناه کبیره، ولی الله مهربان قرآن دا میگه لا تقنطوا من رحمت الله، تو از رحمت من ناامید نشو. یعنی انشاءالله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند اگر به سوی او گردین و توبه کنین گناهاتون را میبخشد. برای همین خواهر عزیز در گناه کردین شما، اکو به سوی الله مهربان توبه کنین، زیرا که این گناه را شما نادیده کردین یا نافهمیده کردین، یا برای بعضی طریق جوان مردای بدبختی که شما را در گناه دلالت میکنند برای زندگیت کردی، ولی تو گناهگار شدگی، تو باید اطاعت نمیکردی. ولی مادام اطاعت کردی اکو جای گناهگار شدن شد، ولی به سوی الله مهربان توبه کن، خدای مهربان گناه تا میبخشد. برادران و خواهران عزیز، اکنون انشاءالله فکر میکنم از ساعتم زیاد شد که من با شما صحبت داشتم. اینجا چند سوالهای دیگرتون مانده است، خدا خواهد که باز در روزهای نزدیک برای شما با سوالهاتون جواب میگردانم و خدای مهربان عمرهاتون دراز کنه، ایماناتون کامل کنه و الله مهربان خیر دنیا و آخرتتون بده. و این انا بنده خدا را و این فرزند گویم شما از شبکش دستگیری کنیم. انشاءالله چیزی که در پیشتر گفته بودم باز میگم که خدا خواهد هر یک لحظه ای که وقت یافتم من برای شما در سوالهاتون جواب میگردانم و یگان برنامه های دیگر هم، یگان موضوع های دیگر هم برای شما گفته میگذارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.